اینجا رادیو قصه است. شبتون بخیر. آسمونتون پر ستاره و ستارتون توی این شب زیبا پر نور. از این که امشبم دوباره صدای خاله سمینا رو از رادیو قصه میشنوید از صمیم قلب خوشحالم. بچه‌ها جون، برای شنیدن قصه های بیشتر میتونید به آدرس سایت ما یعنی someina.com برید و یا به آدرس تلگرامی ما @childrenradio برین و در دنیای قصه ها کلی خوابای رنگین کمونی ببینید. این قصه بچه ها، قبل از اینکه قصه رو شروع کنم یه صحبت کوچولو با مامان و بابا دارم. مامان و بابای عزیز، آنچه در قصه های رادیو قصه کودک برای عزیزان شما آماده می کنیم با حمایت های مالی شما ممکن میشه. لطفاً برای این منظور به آدرس سایت someina.com در بخش دونیت مراجعه کنید. لینکشو پایین همین قصه قرار میدیم. سپاس فراوان از همراهی شما. ماجراهای امیر و عمه جون. این قصه کی از همه مهمتره؟ یه روز عصر امیر با توپش حسابی مشغول بازی بود که عمه جون صداش زد و گفت امیر جون بدو تکالیفتو انجام بده تا شب نشده عزیز دل عمه. امیر به عمه جون نگاه کرد و گفت چشم عمه جون، الان میرم. و بعد توپشو رها کرد و رفت توی اتاقش تا تکالیفشو انجام بده. کتاب و دفترشو از کیف بیرون آورد، اما هرچی گشت مدادشو پیدا نکرد. اون همه وسایلشو روی میز ریخت، اما مداد نبود که نبود. امیر از اتاق بیرون رفت تا به عمه جون بگه که مدادشو گم کرده. امیر که رفت، مداد که زیر میز افتاده بود مغرورانه بیرون اومد و گفت خدای من از همه مهمترم. امیر بدون من نتونست تکالیفشو انجام بده. دفتر که گوشه‌ای نشسته بود ورقاشو تکانی داد و گفت من از همه مهمترم. اگه من نباشم امیر تکالیفشو کجا بنویسه؟ پاکن از جا مدادی بیرون اومد و گفت نه من از همه مهمترم. اگه من نباشم امی نوشته‌های اشتباهشو چطوری پاک کنه؟ مداد تراش از جاش بلند شد، دست به کمر زد و گفت ولی بچه من از همه مهمترم. اگه من نباشم مداد بدون سر چطوری میتونه بنویسه؟ همه با هم حرف می زدن. بحث حسابی بالا گرفته بود که خطکش از کیف بیرون اومد و گفت چه خبره؟ چرا با هم بحث میکنید عزیزای من؟ این همه سر و صدا برای چیه؟
مداد خودشو تکان داد و گفت او بحث سر اینه که کی از همه مهمتره. خطکش به همه یک نگاه کرد و بعد گفت او عزیزای من حرفاتون رو شنیدم. همه شما، بله، تک تک شما مهم هستید. هر کدوم از ما برای انجام کار خاصی ساخته شدیم. او اتحاد، بله، اتحاد ماست که امیر میتونه تکالیفش رو انجام بده و یکی بدون دیگری خب نمیتونه کاری از پیش ببره. این حرفای خیلی مهمی هست. همه ساکت شدن و به حرفای خطکش فکر کردن. فکر کردن. همین موقع امیر به اتاق اومد. مداد روی میز دید و از اینکه با دقت بیشتری بین وسایلش نگشته بود تا مدادو پیدا کنه خودشو یکم سرزنش کرد. امیر دفترشو باز کرد، مدادو برداشت و با تراش سر مدادو تراشید و شروع کرد بنوشتن. کلمه ای رو اشتباه نوشت و با پاک کن اونو پاک کرد. خطکش که کناری نشسته بود به وسایل نگاه کرد، لبخند زد. بقیه هم خندیدن از اینکه بی جهت با هم بحث کرده بودن. حالا